به نام خدا. دکتر هاشم بیتقانمی هستم، روانشناس و روان درمانگر. یکی از مواردی که خیلی پرتکرار میان مراجعینی که به بنده مراجعه میکنن اینه که از کمبود انگیزه شکایت دارن، یا اینکه میگن ما حوصله نداریم. و خب من میبینم که اغلب این افراد کارهاشون عقب میفته و توان انجام خیلی از کارها رو علی الظاهر ندارن. اینجا من برای این مراجعین از یه متافور یا یک تمثیل استفاده میکنم و اون تمثیل هم اینه که در واقع میخوام بهشون ثابت بکنم یا نشون بدم که این مسئله‌ای که دارند، این بیحالی، بی‌حسی یا مثلا نبود انرژی، واقعا به خاطر یک عارضه مغزی و جسمی نیست و در 90-95% موارد این عارضه یک عارضه روانشناختی و ذهنیه. بنابراین این تمثیل رو براشون به کار میگیرم و اونم اینه که ازشون میپرسم اگر یه نفر حالا دستش قطع شده باشه، خدایی نکرده، خب بنابراین این فرد حالا هر اتفاقی هم بیفته، هر تشویقی چیزی هم بهش بدن، به احتمال قوی نمیتونه بره والیبال بازی بکنه. اما خودش چرا؟ چون این موضوع یک موضوع جسمیه. اما شمایی که مثلا توی منزل خوابیدی، دستت به کاری نمیره، حال و حوصله نداری، نمیدونم انرژیت خالی شده، آیا اگر همون لحظه‌ای که شما بی انرژی هستی و زیر پتو خوابیدی، اگر با شما تماس گرفته بشه و یک مهمان عزیزی قرار از راه برسه، مثلا به شما بگه 1 ساعت دیگه من خونتم و نهارم همونجا خواهم موند، خب اینجا شما چیکار میکنید؟ اون فردی که بی انرژی مسلما بلند میشه، کلی کارا رو انجام میده و احتمالاً ظرف 1-2 ساعت بهترین نهار رو هم آماده میکنه. خب پس چه اتفاقی افتاد؟ مگه شما همونی نبودید که الان زیر پتو داشتید آه و ناله میکردید و حال و حوصله نداشتیم؟ پس چی شد؟ با این تمثیل مراجعین بنده متوجه میشن که واقعا اغلب مسائل بی‌حس و حالی و بی‌انگیزگی و اینجور چیزا در اغلب موارد، همونطور که عرض کردم، مسئله یک مشکل ذهنیه. یعنی ما چون تصور میکنیم که حالا انگیزه نداریم یا حس و حال نداریم، بنابراین دست به کاری هم نمیبریم و اغلب اوقات انگار که منتظریم که یک نیروی، یک فشاری، یک حالا کسی بیرون از ما وجود داشته باشه و بخواد ما رو هل بده و از ما یک کاری رو بخواد. انشالله قسمت دوم این پست رو در همین روزهای آینده باز میذارم که صحبت‌های بیشتری رو در این زمینه داشته باشم خدمتتون. سپاسگزارم.